این گلای بابونه مثل ما ایرانیا همه جای دنیا پراکندن. توی این 20 سالی که از ایران اومدم بیرون، روزای خیلی خوب و روزای خیلی بد زیادی داشتم. مجبور شدم 3 تا زبان مختلف یاد بگیرم، توی 2 تا قاره مختلف زندگی بکنم و خودم رو با این فرهنگ جدید وفق بدم مثل همه آدمای دیگه. یعنی مجبورین، یا باید شکل بگیرین یا باید قبولش کنین یا طرد میشین، چاره ای ندارین. خیلی دلم میخواست که بتونم این تجربیاتمو با بقیه شیر بکنم، کمکشون کنم که بتونن راحت تر این مسیر رو برن، چون واقعا مسیر سخت و سنگینیه. حالا خود این مسیر رو یاد گرفتن زبان و اقامت و اینا همه یه طرف، مشکلات مالی هم خودش یه طرف. متاسفانه انقدر پولدار نیستم که بتونم به همه آدما از نظر مالی کمک بکنم، ولی میتونم بهشون کمک بکنم که از راه یه کار قانونی بتونن یه درآمدی اضافه کنن به درآمدشون. چند ماه پیش با یه بیزینس آشنا شدم که دیدم زندگی خیلی ها رو داره عوض میکنه و تصمیم گرفتم که وارد این بیزینس بشم و الانم دارم بقیه رو تشویق میکنم که شاید بتونین یه شانسی بهش بدین، چون میبینم که برای خیلی ها داره کار میکنه. اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد این بیزینس داشته باشین، لطفاً اسمتون و ایمیلتون رو به من مسیج بکنین تا من بتونم اطلاعات بیشتری براتون بفرستم. اینم یه غروب خیلی قشنگ.